توجه شما رو به ادامه برنامه‌های نوروزی تلویزیون جام جم جلب می‌کنیم. یکی دیگه از مهمانان برنامه نوروزی ما سوزان روشنه که عید شما مبارک باشه. عید شما و همچنین آقای سبرمند و عید بینندگان عزیز تلویزیون جام جم و همینطور همه هموطنای عزیزم در سراسر دنیا. امیدوارم که هر کجا هستین شاد و خوش باشین و موفق و سلامت و میدونم که همه منتظر این ویدیوهای نوروزی هستین که تلویزیون ها اینجا براتون تدارک دیدن. ماشاءالله چقدر همه چی قشنگ و زیبا و تمیز هستش. اینا رو کی تنظیم کرده آقای؟ اینا رو سازمان جشن آقای بهزاد مسرور. آقای بهزاد مسرور، بله، همیشه تعریف ایشون همه جا بوده و هست. سوزان از ایام دوران بچگی خودت در ارتباط با عید نوروز چیزی به یاد داری؟ موقعی که تو ایران بودم؟ بله، خب بعد از ایران به حال عید نوروز ما همیشه جشن گرفتیم. آخه من خودم کوچیکم بودم که اومدم امریکا. چند سالت بود؟ من 12 سالم بود. ولی خیلی خوب یادمه و چقدر ایران خوب بود عید نوروز، چون که درست سر سال همیشه سال رو تحویل میکردیم، همه فامیل میتونستیم با هم باشیم، دور هم بودیم و هیچ وقت فراموش نمیکنم اون لحظه هایی که اون ساعت تیک تیک میکرد، قلب منم همینطوری تیک تیک میکرد و همش منتظری بودم که کی سال تمیشه من این کادوها رو باز کنم. ولی خب اینجا متاسفانه اونطوری آدم احساسش نمیکنه. ولی چرا اونجوری احساسش نمیکنه؟ والا نمیدونم، برای که اینجا همش هی عیدای مختلف میاد، نمیدونم ژانویه میاد، کریسمس میاد، عید کلیمی های عزیز هستش، عید ایرانی ها، عید نوروز، همه چی هست و همه اینا ما همیشه در حال جشنیم چون خواننده هستیم، همیشه به این عیدا میریم و واقعا خب همه عیدا یه نویدیو میده در هر صورت. ولی خب اون عید خود ایرانی ها که عید سعید نوروزه هیچی مثل اون نمیشه و واقعا همیشه اون توی قلب من یه جایی به خصوصی داره و به امید روزی که بتونیم عیدو در کشور خودمون باشیم. به هر حال نگفتی به هر حال در غیر از اون ایام دوران نوجوانی که 12 سال بود چه چیزایی از دوران عید به یاد داری؟ پولای اسکناسای اینجا راجع به پول اسکناسای تا نشده میگرفتم، سکه میگرفتم، سکه طلا میگرفتم، دارم آوردم همه رو با خودم. نقاشی خیلی میگرفتم، نقاشی مینیاتور میگرفتم که همه رو با خودم دارم. تمرای عیدی همه رو دارم مال تمام سالهای قبل و خب پدر مادرم که کادوهای درست یعنی خیلی همچنین نفیس آنچنانی میدادن، ولی همه اون کادوهایی که اونا میدادن از بین رفته و پولا مونده. نه تمرا مونده، سکه ها مونده، واقعا چیزای موندنی همونا هستش که مال کشور. حالا اون تمر رو تو حاضری عیدی بدی به کسی؟ الان هرگز، برای هیچ قیمتی نمیفروشم. بسیار خوب. خب با تبریک مجدد به شما. اگر موافق باشی به یکی از ویدیوهای جدیدت نگاه کنیم.
هزار تا عاشق و تشنه لبه چشمه کشونده تو کوچه پس کوچای عاشقی همه رو نشونده نگو مال منی گرفتار منی دست تو رو خوندم ای مردم آزاد نگو مال منی گرفتار منی دست تو رو خوندم ای مردم آزاد نگو مال منی گرفتار منی دست تو رو خوندم ای مردم آزاد نگو مال منی گرفتار منی دست تو رو خوندم ای مردم آزاد تو خبر نیومد نگو مال منی گرفتار منی دست تو رو